بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. ای برادر و خواهر گرامی، بدون که سوره فاتحه در حیات روزمره انسان یک اهمیتی بزرگ و ویژه‌ای دارد و اینکه سوره فاتحه فضیلت‌های عظیم هم را در بر می‌گیرد و نادیده نگیریم این سوره فاتحه را، چون سوره فاتحه رکنی از ارکان نماز است و نماز هیچ یکی از بندگان درست و صحیح نمی‌گردد مگر با سوره فاتحه. چگونه که حدیثی که روایت بخاری و مسلم است از عباده ابن صامت رضی الله عنه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت می‌نماید که فرمودند لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحه الکتاب، نماز هیچ کس درست نمی‌گردد اگر سوره فاتحه در آن تلاوت کرده نشود. در شرح این حدیثی که با سمع شما رساندیم برادران و خواهران گرامی که بخاری و مسلم این حدیث را روایت کردند، می‌فرمایند که این قول رسول صلی الله علیه و سلم که نماز هیچ کس درست و صحیح نیست مگر با خواندن سوره فاتحه، گفتند که این بیان واجب بودن قرائت و تلاوت سوره فاتحه می باشد و این رکن از ارکان نماز است و نماز انسان صحیح نمی گردد مگر با تلاوت سوره فاتحه و نماز انسان صحیح نمی گردد مگر با تلاوت سوره فاتحه بجز از شخص عاجز که توانی تلاوت آن را ندارد. و فرمودند که این مذهب مالکی ها و شافعیان و جمهور علما از صحابگان و تابعین و کسانی که بعدی از آنها آمدن است. این را نووی در شرح این حدیث لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحه الکتاب بیان کردند. و مقصد اساسی سوره فاتحه اینکه بیان سوره فاتحه از بزرگترین سوره های قرآن کریم است. علاوه بر این که آیه های کوتاه دارد، حجم کمی هست، آیه هاش کم هستند، الا مگر اینکه این سوره فاتحه در برگیرنده مقصدهای قرآن را اجمالا گرفته است. مقصدهای اساسی قرآن را اجمالا در خود دارد این سوره فاتحه. اینکه این سوره فاتحه در برگیرنده اصول دین است و فروع آن نیز است و اساس شریعت الهی است و همچنین در برگیرنده ایمان آوردن بر روز آخرت و یگانه شمردن الله سبحانه و تعالی بر عبادت با کمک یاری از او و دعا و روی تافتن به سوی او و همچنین طلب هدایت بر سوی این دین حق و این راه صراط مستقیم است. و سوره فاتحه همچنین در برگیرنده فروتنی به سوی او سبحانه و تعالی و ثابت ماندن بر ایمان و نهج و منهج و راه صالحان است. و سوره فاتحه بیانی روی گردانیدن از راه آن کسانی که الله بر آن غضب کرده است و همچنین بیانی مردمی که گمراه شده اند. و سوره فاتحه بیانی خبرهای قصه های امتان سابقه است و همچنین بیانی جایگاه و منزلت مقام اهل سعادتمندان است و همچنین پایان بودن منزلت اهل شقاوتمندان. به درستی که سوره فاتحه شفا برای قلب ها و بدن هاست و این سوره مبارکه در برگیرنده قسم های توحید سگانه را در خود دارد: توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسما و صفات و بیان اثبات نبوت و اثبات جزا بر آن اعمالی که بنده کسب می نماید است و همچنین اثبات قدر و همچنین این سوره بیانگر رد بر تمامی طائفه ها و گروه های اهل بدعت است و اهل ضلالت. این سوره بیانگر عبادت الله سبحانه و تعالی است، بیان اتباع و پیروی از امر او و دوری از نهی او سبحانه و تعالی است. به درستی که این سوره بیان راه عبودیت به سوی الله سبحانه و تعالی که اول آن رحمت است، مابین آن هدایت است و آخر این سوره نعمت است. به درستی که این سوره فاتحه مادر است نسبت بقیه سوره ها، برای همین الکتاب نامگذاری شد، مادر کتاب، چون که در این سوره فاتحه مقصدهای قرآن ذکر یادآوری شده است و هیچ سوره مقام این سوره فاتحه رو نمیگیرد. برای همین نه در تورات نازل شد نه در انجیل نازل شد مثل این سوره. و بعضی از اهل علم فرمودند که انزل الله تعالی کتبا، الله سبحانه و تعالی کتاب‌های را نازل کرد برای پیامبران پیشین و این کتاب‌های پیشین را جمع آوری کرد در 3 کتاب، در تورات و در انجیل و در زبور. سپس این 3 کتاب را جمع آوری کرد در قرآن و سپس قرآن را جمع آوری کرد در سوره فاتحه و سوره فاتحه جمع آوری شد در ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را عبادت میکنیم و تنها از تو کمک یاری مدد میطلبیم. به درستی که موضوعات این سوره فاتحه از آیه اول تا آیه 4
بیان تعریف العبودیت الله سبحانه و تعالی و آیه 5-6 آن بیان راه عبودیت و آیه 7 بیان صفات های مردم در این راه می باشد. و درسته که این سوره از بزرگترین سوره های قرآن است، رکن از ارکان نماز است و این سوره رقیه است. رقیه است از بیماری های بدن و قلب، از بیماری های بدن و قلب. و درسته که این سوره فاتحه نامهای گوناگون هم دارد. اولین از نام آن سوره فاتحه، فاتحه الکتاب میگویند. به خاطر آن این سوره را فاتحه نام نهادند که این توقیفی است. کتاب واسطان بر این ثابت است، چون کتاب الله بر این سوره شروع می شود. کشایش، افتتاح، الکتاب هم نام دارد، به خاطر آنکه تمام مقاصد قرآن را در خود جمع آوری کرده است. 7 مثانی هم میگویند، چون دارای 7 آیت است که در هر نماز تلاوت کرده می شود. قرآن عظیم هم میگویند این را سوره قرآن عظیم، چون در برگیرنده معناهای قرآن کریم را در خود دارد. سوره حمد هم او را میگویند به خاطر وارد حمد در اول این سوره الحمدلله رب العالمین. و صلات هم او را میگویند به خاطر واجب بودن تلاوت این در هر رکعت در هر نماز. و عدد آیات های این سوره مبارکه 7 است و ترتیب نازل شدن سوره مبارکه سوره فاتحه 5 است و در قرآن در اول جایگیر شده است، در مقام اول جایگیر شده است. مناسبت اول این سوره که الحمدلله رب العالمین شروع می شود با سپاس و ستایش حمد پروردگار جهانیان شروع می شود و با صراط الذین انعمت علیهم، صراط راه کسانی که بر آن نعمت داده‌ای، نه راه کسانی که بر آن غضب کرده‌ای، نه گمراهان، به اتمام می‌یابد. چون این عالمیان تمام عالم هستی این بر آنها نعمت داده می‌شود یا بر آنها غضب کرده می‌شود که حق را دانستند ولیکن از راه حق بیرون شدند، یا اینکه گمراهان که با حق عمل نکردند به سوی حق روی نآوردند. پس این عالم بر این 3 گروه تقسیم می‌شود که ما امروز بیان می‌کنیم. سوره فاتحه و الله سبحانه و تعالی این سوره فاتحه را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرده. بسم الله الرحمن الرحیم این سوره را شروع نمود. بسم الله یعنی شروع میکنم تلاوت قرآن را، قرائت را با کمک طلبنده از جانب الله سبحانه و تعالی، از الله سبحانه و تعالی. به نام الله شروع میکنم و از الله کمک یاری مدد میطلبم. بسم الله الرحمن میشود. بسم الله الرحمن، به نام الله الرحمن، آن رحمانی که رحمتش تمام عالمیان را فرا گرفته است، تمام خلقش را. الرحیم که برای مؤمنان بسیار مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. الله سبحانه و تعالی شروع می نماید این سوره را با بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله ذکر می نماید، یعنی که شروع می نمایم قرائتم را، تلاوتم را، کارم را، تمام امور حیاتم را با نام الله. بسم الله. در اینجا لفظ اسم، اسم مفرد و اضافه شده است که تمام نامهای حسنای الله سبحانه و تعالی را در بر میگیرد. بسم الله، به نام الله. و الله معلوه معبود است. الله معبود است که مستحق و سزاوار عبادت است. مستحق است که در عبادت یگانه شمارده شود. بسم الله، به نام الله، آن پروردگاری که با صفتهای الوهیت ذکر می شود و با صفتهای کمال. بسم الله. الله یکی از بزرگترین نامهای پروردگار است. هنگامی که به این نام دعا کرده شود دعا اجابت می گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان الرحیم 2 از نامهای الله سبحانه و تعالی هستند و این 2 نام الله سبحانه و تعالی الرحمن الرحیم دلالت بر صاحب رحمت واسع عظیم نماید. صاحب رحمت واسعی که تمام چیز را فرا گرفته است، تمام چیزهای زنده را در بر میگیرد، که این رحمت را برای متقی ها، برای کسانی که از انبیا و رسولان پیروی میکنند، رحمت مطلق و عام. بدون برادر و خواهر گرامی که قاعده هایی که متفق علیه است بر آن اتفاق دارند بین سلف از صحابگان کرام و تابعین و کسانی که ائمه دین بر آنها درود و سلام الله بر آنها باد، در باب ایمان، در باب اسمهای الله سبحانه و تعالی و صفات او و احکام صفات ایمان دارند. اینکه او سبحانه و تعالی الرحمن الرحیم است، دارای رحمت است که بر آن وصف می شود، دارای رحمت است که بر او سبحانه و تعالی وصف می شود. العلیم گفته می شود، علیم صاحب علم که با این علم هر چیزی را می داند. قدیر صاحب قدرت بر هر چیز تواناست. بسم الله الرحمن الرحیم. و این آیت بسم الله الرحمن الرحیم
از این سوره مبارکه هست. بسم الله الرحمن الرحیم داخل می شود در این سوره مبارکه، در این داخل می شود. و پیش از آنی که ما بر تفسیر این سوره مبارکه بپردازیم، اولا میخواهم که در بیان فضل این سوره کمی هم باشد با شما صحبت کنیم، کمی هم باشد با شما صحبت نماییم. چگونه ای که ما بیان کردیم برادران و خواهران گرامی، سوره فاتحه از بزرگترین سوره های قرآنی به حساب می رود، بلکه از افضلترین سوره های قرآن به حساب می رود. چگونه که الله سبحانه و تعالی می فرماید ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، به درستی که ای پیامبر ما بر تو دادیم سبع من المثانی، همین سوره فاتحه رو و قرآن عظیم رو. اینجا سوره فاتحه رو علاهده ذکر کرد، بس قرآن عظیم گفت. امام بخاری و غیر از محدثین از ابی سعید رضی الله عنه روایت می‌نمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لاعلمنک اعظم سوره فی القرآن، لاعلمنک، به درستی که من بر تو تعلیم میدهم بزرگترین سوره قرآن را، بزرگترین سوره قرآن را بر تو من تعلیم میدهم. قال و گفتند الحمدلله رب العالمین، و گفتن که انمی سوره الحمدلله رب العالمین را از بزرگترین سوره های قرآن ذکر کردند و گفتن هی سبع مثانی، و گفتن که سبع مثانی به خاطر آن مینامانش که دارای 7 آیت است و در هر نماز تلاوت می شود. و در بعضی از روایات ذکر می شود که رسول صلی الله علیه و آله فرمودند ما انزل فی التوراة ولا فی الانجیل، نازل نشده است هیچ سوره در تورات و نه در انجیل، ولا فی الزبور، نه در زبور، ولا فی القرآن مثلها، و نه در قرآن مثل این سوره، مثل این سوره در هیچ جایی از این کتاب های مقدس نازل نشده است. و هی سبع مثانی گفتند ان همین سوره فاتحه است. و روایت مسلم و غیر از ائمه محدثین روایت است از ابن عباس رضی الله عنهما که فرمودند بینما جبریل قاعد عند نبی صلی الله علیه و سلم، هنگامی که جبرائیل علیه السلام در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودند، یک صدایی را شنیدند از بالایش، فرفع رأسه و سرش را بالا برداشتند، فقال هذا باب من السماء، این یک در است از درهای آسمان، فتح اليوم، امروز این در گشوده شد، و لم یفتح قط، و هیچ وقت این در گشوده نشده بود مگر این روز، همین روز در گشوده شد و برای هیچ کس گشوده نشده بود مگر این روز برای تو گشوده شده است. فنزل منه ملک، یک ملائکه فرو آمد نازل شد، فقال، پس گفت هذا ملک نزل الى الارض، این ملک، این ملائکه که به سوی زمین فرود آمد لم نفر آمد، هیچ وقت نفر آمد مگر این روز تنها فرموده است. فسلم، پس سلام داد، فقال ابشر بی نورین، با این دو نور بشارت بر تو که بر تو داده شد که هیچ نبی هیچ پیامبر رو این دو نور داده نشده بود. و گفت که فاتحه الکتاب سوره فاتحه و خاتمه سوره بقره. و همچنین روایت بخاری و مسلم است از عباده ابن الصامت رضی الله عنه روایت است که فرمودند لا صلاه لمن لم یقرأ بفاتحه الکتاب، صلات کسی، نماز کسی درست نمیگردد اگر سوره فاتحه را نخواند. و جز این حدیث با دیگر احادیث هستند که دلالت بر واجب بودن خواندن و تلاوت سوره فاتحه در هر رکعت می‌نماید، که نماز هیچ کس درست و صحیح نمیگردد مگر با تلاوت سوره فاتحه. این دلالت بر فضیلت این سوره می‌نماید، بر عظمت این سوره می‌نماید. و آن حدیثی که روایت مسلم از ابی هریره رضی الله عنه فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، این که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کل صلاه لا تقرأ فيها بأم القرآن، هر نمازی که در آن با ام القرآن با سوره فاتحه خوانده نمی‌شود فهی خداج، گفتند غیر تمام است این نماز، غیر کامل است این نماز. و همچنین در دیگر احادیث دیگر روایت آمدگی است که هر نمازی که بدون سوره فاتحه خوانده می شود این نماز در آن نقص است، ناقصی است، غیر تمام است. این هم دلالت بر فضیلت این نماز، بر فضیلت این سوره فاتحه می نماید. و همچنین حدیثی که روایت مسلم از ابی هریره رضی الله عنه است که فرمودند قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی فرمود قسمت الصلاه بینی و بین عبدی، من این نماز رو بین خود و بین بندم تقسیم کردم، نصفای به 2 قسم تقسیم کردم. ولی عبد ما سأل، و از برای بندم آن چیزی که طلب می نماید می پرسد. و درستی که الله سبحانه و تعالی این سوره مبارکه را نماز نامید، صلات نامید، و این سوره رو بین خود و بین بندگانش تقسیم کرد، بین بندهش تقسیم کرد که اول این سوره حمد است، سپاس و ستایش و ثنا است و بزرگ داشت رب العالمین است، و آخر این سوره برای بنده و دعا هست و مسئلت سوال است.
همه این دلالت بر بزرگی و عظمت این سوره مبارکه میکند. و حدیثی که روایت بخاری و مسلم است از انس بن مالک رضی الله عنه میفرماید که ان نبی صلی الله علیه و سلم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند و ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم کانوا شروع میکردند نماز خود را و در بعضی از روایتان شروع میکردند قرائت خود را با الحمدلله رب العالمین. و همچنین روایت مسلم است از عایشه رضی الله عنها فرمودند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال این که رسول صلی الله علیه و سلم کان یفتتح الصلاه این که نماز خود را شروع میکردند به تکبیر با تکبیر و قرائت با الحمدلله رب العالمین. این هم دلالت بر فضل این سوره مبارکه مینامد. و روایت بخاری و مسلم است از ابی سعید خدری رضی الله عنه که فرمودند ان رجل منهم رقاه بام الكتاب. از ابی سعید خدری که آن یکی از مردم و سرداران یک قبیله را هنگامی که در قصه که آن را کژدم یا که مار یا چیز گزید لغید آن را، اینکه سوره فاتحه را برای خواندن رقیه خوانی کردن برای با سوره فاتحه، اینم دلالت بر فضل آن می‌نماید. و رسول الله گفتند که ما یدریک انها رقیه، از کجا فهمیده که این رقیه هست؟ پس همه این روایت‌ها دلالت بر فضیلت این سوره فاتحه می‌نماید که رسول الله این سوره را رقیه هم گفتند. و همچنین روایت عبدالله ابن جابر رضی الله عنه است که فرمودند الا اخبرک بخیر سوره فی القرآن، آگاه باش آیا من تو رو به بهترین سوره در قرآن خبر ندهم، آگاه نکنم؟ قلت بله، گفتم بله ای رسول الله، بله خبرم ده. قال، گفت رسول الله و خواند الحمدلله رب العالمین، حتی با تا آخر این سوره را خواند که این دلالت بر بزرگ بودن این سوره فاتحه و فضل آن می‌نماید که در برگیرنده معنی های عظیمی رو در قرآن میگیرد، با حمد، با ثنا، با بزرگداشت، با انواع توحید و اثبات رسالت و البعث و جزا و ذکر عمل کننده و عمل شخص و قسمت های مردم. و شیخ الاسلام فرمودند که در بیان سوره فاتحه گفتند نماز از افضل ترین عمل هاست، از بهترین عمل هاست گفتند و یکی از نیکوترین عمل های صالح است. و فرمودند که الکتاب سوره فاتحه چگونه که قرائت و تلاوت آن در نماز واجب است، چون که وی از افضل ترین سوره هاست. به درستی که برادران و خواهران گرامی فضیلت های سوره فاتحه خیلی زیاد است. از حسن بصری روایت است که چگونه که ابن ماجه این روایت را ذکر می‌نمایند ان الله انزل 100 کتاب، الله 100 کتاب نازل کرد و 4 کتاب هم نازل کرد و این کتاب های پیش از این نازل کرده را در این کتاب های چهارگانه جمع کرد و تمام این کتاب های چهارگانه علم تمام این کتاب های چهارگانه در قرآن جمع کرده و علم قرآن را در سوره فاتحه جمع کرده و این سوره فاتحه را در ایاک نعبد و ایاک نستعین جمع کرد. این از بیان فضیلت سوره فاتحه چه فضل عظیمی دارد. اما در بیان سبب نازل شدن سوره فاتحه بدونید برادران و خواهران گرامی که مفسران کرام در بیان سبب نازل شدن سوره فاتحه آن چیزی که از علی ابن ابی طالب رضی الله عنه روایت می‌نمایند، اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که برآمدن ندای را شنیدند، یک ندا کننده را شنیدند که ندا می‌کرد، یک ندا کننده برای بسوی رسول الله صلی الله علیه و سلم ندا کرده فرمود یا محمد، ای محمد. هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این ندا را شنید ترسید و گریخت و هنگامی که ورقه ابن نوفل که اهل کتاب بود در آن زمان خبر بر ورقه رسید که این ندا را شنید و پیامبر فرار کرد، از آن ترسید و گریخت. فرمود که هنگامی که تو این ندا را شنیدی ثابت بمان، هنگامی که این صدا را شنیدی فرار نکن بلکه ثابت بمان، بشنو آنچه که بر تو میگوید، آن ندا کننده که بر تو میگوید آن سخن را بشنو. و هنگامی که بار دیگر این ندا را شنید رسول الله صلی الله علیه و سلم بر او گفت لبیک، بله لبیک گفت و این ندا کننده گفت و خواند این سوره فاتحه را. علی رضی الله عنه فرمودند این سوره الفاتحه، به درستی که سوره فاتحه کنز است در زیر عرش رحمان، در زیر عرش الله سبحانه و تعالی. و این را در تفسیر وسیط در قرآن مجید از علی ابن ابی طالب رضی الله عنه در اسباب سببهای نزول قرآن ذکر کرده هستند. و آرا و فکرهای مفسران در بیان نازل شدن سوره فاتحه و مکان نازل شدن سوره فاتحه سخنهای گفتند. برخی از مفسران گفتند که این سوره مدنی است، در مدینه منوره نازل شده است. و برخی از مفسران گفتند که این سوره مکی هست،
در مکه مکرمه نازل شده است. بعد آنه که نمازهای 5 وقته فرض شد، در آنجا این سوره فاتحه نازل شد. و قسمتی از علما گفتن که سوره فاتحه بار در مدینه منوره و بار در مکه مکرمه نازل شد. در مکه مکرمه نازل شد هنگامی که نمازهای 5 وقته فرض شد و در مدینه منوره بار دوم نازل شد هنگامی که قبله مسلمانان به سوی مکه شد، چون در اول به سوی بیت المقدس نماز می‌خواندند. و در همه این موضوع روایت ها ذکر شده است و گروه از علماهایی که دلیل گرفتن که این قرآن در مکه مکرمه نازل شده است، دلیل آنها در سوره حجر است. ولقد آتیناک 7 من المثانی والقرآن العظیم، در سوره حجر که سوره حجر سوره مکی هست و رسول الله این 7 مثانی را تفسیر کردن، خودشان با سوره فاتحه گفتن این را، سوره فاتحه گفتن این را 7 مثانی. و بعضی از اهل علم از علماها فرمودند که در بیان دو بار نازل شدن سوره فاتحه، بار در مکه بار در مدینه، آن آیه‌ای که در مکه نازل شد گفتیم از سوره حجر دلیل گرفتن و بار در مدینه دلیل گرفتن بر حدیث نبی صلی الله علیه و سلم، آن حدیثی که از ابن عباس رضی الله عنه روایت است، حدیثی که حضور بیان کردیم. گفتن که هنگامی که جبرائیل علیه السلام در نزد پیامبر نشسته بودند، یک صدایی را شنیدم از بالای سرش، صدای را شنیدم از بالای سرش، از بالا. هنگامی که سرش را بالا کردند، فقال گفتند هذا باب من السماء، این در است از درهای آسمان، امروز گشوده شد و برای هیچ کسی گشوده نشده بود و تنها امروز گشوده شد. و ملائکه از آن فرود آمدند و گفتند که این ملائکه‌ای که امروز فرود آمد هیچ وقت بر این زمین فرود نآمد مگر همین روز، دیگر هیچ وقت فرود نمیآید. و بشارت دادند او را با 2 نور که یکی از آن سوره فاتحه بود و خاتمه سوره بقره همچنین. گروه از علما درست‌تر شمردن و صحیح‌تر شمردن و قول درست رو گفتن که سوره فاتحه در مکه مکرمه نازل شده است و بین این هیچ مخالفتی هم نیست. حدیث ابن عباس همچنین حدیث علی همچنین بیان کرده که حدیث ابن عباس را روایت مسلم است، در صحیح مسلم از عبدالله ابن عباس این روایت ذکر شده است. این از بیان فضیلت سوره فاتحه، فضیلت سوره فاتحه. اما اکنون میپردازیم بر تفسیر سوره فاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم، چون که در اول صحبت بیان کردیم بسم الله گفتیم که انسان هنگامی که بسم الله میگوید که شروع میکنم به نام الله، بسم الله، این به استعانت میکنن، به کمک میگویند. تو کمک میخواهی از درگاه الله، به نام الله، از الله سبحانه و تعالی. کارت را شروع مینمایی به نام الله سبحانه و تعالی، چون در این در برکت در این خیر است. بسم الله، با تمام نامهای الله سبحانه و تعالی من از الله سبحانه و تعالی کمک میخواهم. و گفتیم با تمام نامهای الله سبحانه و تعالی کمک میخواهی، در حالی که در اینجا به نام بسم الله ذکر شده است، به نام الله ذکر شده است، چون علمای تفسیر میفرمایند که اسم در اینجا اضافه شدگی است، مفرد است و اضافه شدگی است بر الله سبحانه و تعالی، در بگن تمام نامهای الله سبحانه و تعالی در بر میگیرد. بسم الله، الله لفظ جلاله، معلوه معبود است، الله معبود بر حق است که سزاوار عبادت است، سزاوار یگانه شمردن در عبادت است، چون الله وصف می شود به صفات الوهیت، با صفات کمال. بسم الله الرحمن الرحیم. و رحمان الرحیم گفتیم این 2 نام از نامهای پروردگار است، صاحب رحمت واسع و عظیم، صاحب آن رحمتی که رحمتش همگان را فرا گرفته است و تمام هستی را در بر گرفته است. رحمت او برای متقیان و پیروان پیامبران و رسولان، برای اینها رحمت مطلق است و برای غیر از این پیروان پیامبران و رسولان رحمت یک نصیب از این رحمت برای آنها نمیرسد، یک نصیب از این رحمت برای آنها میرسد. الرحمن، رحمت او سبحانه و تعالی همگان را فرا گرفته است، اما رحیم تنها برای مؤمنان است، رحیم تنها برای مؤمنان است. سپس الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. الحمد، حمد و سپاس و ستایش، لله از برای پروردگار، آن پروردگاری که رب عالمیان است. الحمدلله این ثنا است، ثنا و حمد بر الله سبحانه و تعالی با صفات کمالش و فعلهای الله سبحانه و تعالی دور میزند بین فضل و عدل، پس از برای الله هست حمد کامل با تمامی پهلوهایش. الحمدلله رب العالمین، رب این مربی است،
است، تربیتگر، رب العالمین، تمام مربی و تربیتگر تمام عالمیان است. رب العالمین آن چیزی که الله سبحانه و تعالی آفریده است آنها را تربیت نموده است، انعام کرده است بر آنها، انعام عظیم با نعمت‌های بزرگ. پس تربیت الله سبحانه و تعالی بر خلقش دو نوع است، تربیت عام است و تربیت خاص است. اما تربیت عام تمام برای تمام مخلوقاتش است، ریزق دادن آنها، راهنمایی کردن آنها و راه نشان دادن آنها برای آن چیزی که برای مصلحت آنهاست، برای باقی ماندن آنها در این دنیا. این رحمت، این تربیت برای آن، برای تمام مخلوقات است. از مادرش میبراید، میدوند که باید از کجا شیر بخورد. این است تربیت الهی سبحانه و تعالی. و از کجا شیر بخورد و چگونه شیر بخورد، الکی این رو تربیت یافته است، این رو الکی که در خود کسب کرده است، کی این رو تعلیم داد؟ او سبحانه و تعالی. این تربیت عام است برای تمام مخلوقات در این دنیا. اما تربیت خاص، این تربیت برای اولیاء است، از برای اولیاش. آنها را تربیت میکند الله سبحانه و تعالی با ایمان را برای آنها کامل میگرداند، از آنها بدی ها را دور میسازد. حقیقت آن این تربیت توفیق است. تربیت توفیق، این تربیت خاص برای رسیدن بر هر خیر است، برای رسیدن بر هر خیر است و حفظ حمایت از هر بدی است. رب العالمین، رب یعنی که یگانه دانستن او سبحانه و تعالی بر خلقش، یگانه شمردن او سبحانه و تعالی در خلق و تدبیر و نعمتش. الحمدلله رب العالمین. سپس مالک یوم الدین، مالک، پادشاه روز دین، روز قیامت. او است که با این صفت ملک وصف می شود، با صفت ملک، مالکیت در دست اوست وصف می شود که این در برگیرنده تنها او است، امر کننده تنها او است، نهی کننده تنها او است که ثواب می دهد، پاداش می دهد و تنها او است که عقاب می کند، عذاب می دهد و تمام نوعهای تصرفات تنها از جانب او سبحانه و تعالی است. و این ملک را مالک یوم الدین گفت، این ملک را بر روز قیامت اضافه کرد. یوم الدین یعنی یوم القیامت، که در این مالک یوم الدین، روز پادشاه، روز جزاست. در آن روز است که مردم با آن اعمالی که انجام میدهند جزا داده میشوند. چون در این روز دیگر هر انسان از آدم تا به خاتم تا به روز قیامت در آن روز دیگر ظاهر میشوند، دیگر جای پنهان شویش نیست، هر کی ظاهر میشود، هر کی با آن اعمالی که انجام میدهد جزا داده میشود. کمال ملک او، کمال عدل او، کمال حکمت او، ختم شدن تمام دیگر مالکیت ها، تمامی چیزها که در آن روز دیگر تمام مالکان و پادشاهان و رهبران و سرداران همه دیگر در یک صف راست میگیرند. بین پادشاه و فقیر دیگر جدایی نیست، همه آنها در برابر عظمت الله سبحانه و تعالی سر فرود میارند، در برابر عزت او و منتظری آن اعمالی که در این دنیا انجام دادن، منتظر جزای آن هستند. و مؤمنان امید جزای نیک پروردگار را در آن روز دارند و از عقاب او، از عذاب او میترسند. برای همین اینجا ذکر نمود، خاص قرار داد یوم الدین، مالک یوم الدین، پادشاه روز جزا گفت، پادشاهی روز جزا گفت در اینجا. الحمدلله رب العالمین میگویی سپاس و ستایش از برای پروردگار عالمیان است. الحمدلله گفتم این ثنا است بر صفات کمالی که او سبحانه و تعالی وصف می شود، با آن نعمت‌های ظاهر و باطنی که در این دنیا بر تو داده است. نعمت‌های دین از بزرگترین نعمت‌ها و این نعمت‌های دنیایی، سلامتی و نیکویی، زندگی، حیات، خوشبختی، نیکو. بر این تو میگویی الحمدلله رب العالمین. و این الحمدلله رب العالمین تو ای برادر و خواهر گرامی در برگیرنده آن است که تو اوامر الله را اجرا کنی. الحمدلله رب العالمین گفتی، تو باید اوامر او را، عبادت او را بجا بیاری. این از حمد واقعی، چون او سزاوار عبادت است، این را اقرار کردی. چون او است که این خلق را آفرید، رب عالمیان است و امور بندگان را در دست دارد، مربی، تربیتگری آنهاست با نعمت‌های گوناگونی که بر بندگان عطا کرده است و برای اولیاءش ایمان را عطا کرد و عمل صالح را بر آنها توفیق داد که اجرا کنند. الحمدلله رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن، رحمت او وسیع است، جمیع خلق را، همه خلق را فرا گرفته است و رحیم است بر مؤمنان. پس این رحمان و رحیم دو نام از نام‌های پروردگار است. سپس چه فرمود؟ مالک یوم الدین. هنگامی که این رو میخوانیم، مالک یوم الدین، پادشاه روز جزاست، پی میبریم و درک میکنیم که او پروردگار پادشاه این دنیا هست و پادشاه روز جزاست. او سبحانه و تعالی مالک روز قیامت است. پس مالک روز قیامت است و او مالک روز جزاست. جزا با آن اعمالی که تو ای بنده انجام میدهی.
همین است که مؤمن در هر رکعت این را میخواند و حمد و سپاس و ستایش او سبحانه و تعالی را بجا میآورد با این نماز را ادا کردن. در هر رکعت مالک یوم الدین میگویی در قلب انسان خوف پیدا میشود که حتما با این اعمالی که من این انجام میدهم حتما جزا داده میشوند. مالک یوم الدین آن پادشاه روز جزاست و آن روز جزا حتما بر بالای سر من هم می آمدگی است. پس اعمالت را نیکو میکنی و از پروردگارت میترسی چون اون مالک یوم الدین است. نمازت را اصلاح میکنی، اعمالت را اصلاح میکنی و این مالک یوم الدین تو را وادار میکند که تو خصلت‌های نیک و پسنده را در خود کسب نمایی و خصلت‌های بد را از خود دور بسازی. این مالک یوم الدین تو را وادار میکند در هر نماز که ای بنده اعمالت را اصلاح کن که آن روز جزا است. تو به آن روز میرسی، به آن روز جزا خواهی نخواهی میرسی. پس این مالک یوم الدین پادشاه روز جزا تو را وادار میکند این آیه کریمه که تو آمادگی بینی از برای روز آخرت، استعداد کامل برای عملهای صالح را انجام دادن و از گناه و معصیت ها دوری جستن است. مالک یوم الدین. سپس ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نعبد، تنها تو را عبادت میکنم، تنها تو را عبادت میکنم و ایاک نستعین، و تنها از تو دعا و کمک یاری مدد میطلبم. یعنی که تو میگویی ای پروردگار من تنها تو را در این تمام نوعهای عبادت خاص قرار میدهم و تنها از تو کمک یاری مدد میطلبم، نه از کسی دیگری. گویا این که تو میگویی که ای پروردگار من تنها تو را عبادت میکنم و کسی دیگری را در عبادت تو شریک قرار نمیدهم. گویا این که تو میگویی که پروردگار من تنها از تو دعا و کمک یاری میطلبم و از غیر تو به هیچ وجه از هیچ کس دیگر دعا و کمک یاری نمیطلبم. ایاک نعبد، تو رو عبادت میکنم و عبادت اسم جامع است در برگیرنده هر آنچه که الله دوست می‌دارد و از آن راضی میشود، از عملهای ظاهر و باطن، از اقوالها گفتارهای ظاهر و باطن. و ایاک نستعین، تنها از تو کمک یاری و مدد میطلبم. استعانه این اعتماد است، اعتماد بر الله سبحانه و تعالی در جلب فایده منفعت ها و دور کردن ضرر ها. تنها او است که به تو نفع میرساند و تنها او است که از تو بدی ها را دور میسازد. پس باوری کامل بر او سبحانه و تعالی بر حاصل شدن این. هنگامی که ایاک نعبد و ایاک نستعین رو میخونی، تنها تو را عبادت میکنم و تنها از تو دعا و کمک یاری مدد میطلبم، قائم میشوی ای بنده بر عبادت او سبحانه و تعالی و کمک یاری از او سبحانه و تعالی. چون این ایاک نعبد و ایاک نستعین یک وسیله است برای سعادتمندی تو در این دنیا و آخرت ای بنده و نجات تو از بدی ها. و ای بنده هیچ راه نجات نداری مگر با قیام به این ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس بدان که عبادت رو ما عبادت نمی شماریم یا که عبادت رو عبادت گفتن نمی شود مگر اینکه این عبادت از رسول الله گرفته شده باشد و رضای الله سبحانه و تعالی در این طلب کرده شود، رضای او سبحانه و تعالی در این طلب کرده شود. پس این را عبادت میگویم. پس ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو میگوی ای بنده که ای پروردگار من تنها تمام نوعهای عبادت تنها خاصی تو قرار میدهم، در تمام امور شؤون دین دنیا هم به تو تکیه و اعتماد میکنم. پروردگار تمام امر در دست تو هست، من هیچ امر را در دست خود ندارم. این ایاک نعبد و ایاک نستعین دلیل بزرگترین بر آن است که انسان هیچ نوعی از نوعهای عبادت در غیر الله صرف نکند، مثل دعا، کمک، قربانی، طواف، مگر همه اینها از برای الله باشد. و ایاک نعبد و ایاک نستعین این شفا است از برای قلب ها و این یک دوای بزرگ است از برای روانه کردن قلب به سوی غیر الله. شفا است برای این. و این ایاک نعبد و ایاک نستعین شفا است از ریا و کبر و غرور و حسد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. و سپس ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. پروردگار ما را به راه مستقیم، به راه راست هدایت نما. اهدنا هدایت نما، طلب هدایت میکنی، راهنمایی همون کنی پروردگار، راهنمایی همون کن میگویی. چون به درستی که انسان خودسرانه راه هدایت رو به هیچ وجه پیدا کردن نمیتواند. الله هست که تو رو هدایت میکنه. برای میخوام میگویی اهدنا، پروردگار ما رو هدایت نما. با کجا؟ صراط مستقیم، با این راه راست. موافقمون بگردون بر این راه راست. این راهی که راه واضح روشن است،
راهی که به سوی الله تو را رساننده است و به سوی نجات از جحیم و داخل شدن تو ای بنده جنت را. این راه صراط مستقیم است. این صراط مستقیم راهی معرفت حق است و عمل کردن بر آن است. ای بندگان الله، پروردگار ما رو به راه راست هدایت نما و توفیقمون بده در این راه راست. پس هدایت به سوی صراط به این راه لازم گرفتن دین است، آموزش دین و لازم گرفتن به این دین و ترک آن چیزی که از این دنیا برای انسان ضرر آور است. و هدایت به سوی این صراط به این راه راست در برگیرنده هدایت بر تمام تفاصیل این دنیوی از عمل و علما و عملا. اهدنا الصراط المستقیم این یک از زیباترین دعاهاست، سران تمام دعاهاست، منفعت بخشترین دعا برای بنده هست. برای همین الله این دعا را در این آیه کریمه در این سوره فاتحه بر ما واجب قرار داد که هر روز ما را تلاوت نماییم و هر روز هر وقت این آیت را بخوانیم از او طلب دعا کنیم، طلب دعای راه صراط مستقیم در هر رکعت، حتی در هر نماز، در هر رکعت. این را الله برای ما ضرور شمارید. برای به خاطر راه راست را هدایت یافتن پروردگار ما را موفق بگرداند به این راه مستقیم و پروردگار هنگام ما را موفق گرداندی ما را ثابت نگه می‌دار حتی اینکه تو را ملاقات نماییم که این راه صراط مستقیم راه حق است، دین حق است، راه توحید و سنت است، راه عمل صالح است، راه واضح است که برای رضاگی الله سبحانه و تعالی و جنت های جاودانه او میرساند. آن راه است که خاتم پیامبران محمد صلی الله علیه و آله ما را به سوی آن راهنمایی کرد و بیان کرد که این راه سعادت است و این راه سعادت را بنده به دست نمیآورد مگر در این راه دین استقامت کردنش است. پس این است صراط مستقیم و فرمود صراط الذین انعمت علیهم، راهی کسانی که بر آنها نعمت را ارزانی کرده ای، بر آنها نعمت داده ای، از پیامبران، از صدیقان، از شهیدان، از صالحان. آن راهی که برای آنها تو نعمت را ارزانی کرده ای بر اینها، بر پیامبران، صدیقان، شهیدان، صالحان. اینا هستن اهل هدایت، اینا هستن اهل استقامت در این دین. پس این راه را ترک نکن و راه آن کسانی را بگیری که غیر المغضوب علیهم باشد که الله برای آنها غضب کرده است. راه آن کسانی را پیشه نکن که آنها حق را دانستند و از آن حق پیروی نکردند. غیر این راه، یعنی غیر المغضوب، غیر این راه مغضوب علیهم که بر آنها غضب کرده شده است چون حق را دانستند، حق را فهمیدند از یهود و غیر اینها، غیر مغضوب علیهم، ولیکن به آن عمل نکردند و کسانی که مانند این یهود هستند. ولا الضالین گفت الله سبحانه و تعالی. همچنین و غیر راه این گمراهان را هم شما پیگیری نکنید. گمراهان آن کسانی که حق را ترک کردند و خاطر آنه که در جهل، در گمراهی و در ضلالت بودند از نصرانی ها، و کسانی که از پشت این نصرانی ها پیروی کردند. ضالین کسانی که هدایت را نپذیرفتند و سوی هدایت راهنما نشدند و راه را گم کردند که اینها نصارا هستند، و کسانی که از سنت این یهود و نصارا پیروی کردند. همچنین و این دعای مبارک صراط الذین انعمت علیهم، راهی کسانی که پروردگار بر آن تو نعمت را عطا کردی، نه راهی کسانی که بر آنها غضب کردی و نه گمراهان. این دعای مبارک شفا از برای قلب مسلمان است از بیماری های انکار کردن الله سبحانه و تعالی و علم او سبحانه و تعالی و ربوبیت و الوهیت و اسما و صفات او. شفا است از برای قلب مسلمان از این بیماری انکار، از بیماری های جهل، از بیماری های ضلالت. و این آیه کریمه راهی کسانی که بر آنها نعمت را ارزانی کردی، پروردگار ما را به این راه راهنمایی کن، نه راهی کسانی که بر آنها غضب تو و نه راه گمراهان. این دلالت بر بزرگترین نعمت الله سبحانه و تعالی بر این نعمت اسلام میکند. کسی که حق را فهمید و از این حق پیروی کرد، کسی که حق را فهمید از این حق پیروی کرد، وای اولاتر است که راه صراط برای او نصیب روزی بگردد، راه مستقیم برای او نصیب روزی بگردد. و هیچ شک و تردیدی نیست که اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم این اولاترین مردم بر این راه هستند بعد پیامبران. و این آیه کریمه دلالت بر فضل این صحابگان کرام همه نماید و عظیم بودن منزلت آنها رضی الله عنهم. برای همین برای علما
تاکید کردند، دلایل صحیح را از رسول الله روایت کردند، گفتند مستحب است که در آخر این انسان آمین بگوید. پروردگار را اجابت نما، پروردگار را این دعای ما را بپذیر و قبول کن. برای همین تمام علما اتفاق نمودند که این سوره فاتحه حتما باید خوانده شود، تلاوت کرده شود. و آمین گفتن معنیش اللهم استجب، پروردگار را قبول نما، بپذیر. اما آمین آیه از آیه‌های این سوره فاتحه نیست، با اتفاق علما و جمهور علما برای این اتفاق نظر دارند. آیه از آیه‌های قرآنی نیست این سوره فاتحه. پس الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، این که به آن گونه‌ای که الله سبحانه و تعالی میگوید ای بندگان من، ای بندگان من، اگر حمد و ستایش و سپاس من را میگوید، حمد و سپاس و ستایش میگوید و بزرگ میشمارید از برای کمال ذاتم و بزرگیم و صفاتم، پس من را حمد و سپاس و ستایش بگوید، چون منم الله معبود برحق. اگر از باب احسان و تربیت باشد، منم که بر شما انعام کردم، نعمت رو بر شما ارزانی کردم، چون من رب عالمیان هستم. اگر از باب امیدواری در مستقبل باشد، در آینده باشد، پس من رحمان و رحیم هستم. اگر از باب ترس باشد، پس ای بندگان من مالک روز جزا هستم. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. از هنگامی که سوال از الله سبحانه و تعالی، دعا بر او دعای هدایت باشد، سوال از او سوال هدایت و راه مستقیم باشد، که این یکی از نیکوترین مطالب دینی و دنیوی انسان است. هر کسی که این شرف رو به دست بیارد، به درستی که شرف بزرگی رو به دست آورده است. در این آیه کریمه الله سبحانه و تعالی بر ما بندگانش تعلیم میدهد که هنگامی که تو ای بنده از پروردگار میخوای چیزی رو طلب نمایی، تو اولا باید با حمد و سپاس و ستایش از او سبحانه و تعالی شروع کنی و او سبحانه و تعالی را با این شروع با حمد و سپاس و ستایش شروع نمایی و او پروردگار رو تنها عبودیت رو از برای او صرف نکنی، نه در غیرش، و او رو رب عالمیان بشماری و او رو رحمان و رحیم مالک روز جزا بشماری و تنها ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو رو میپرستیم و تنها از تو یاری کمک می‌طلبیم، این رو از برای الله قرار بدهی. اینجاست که دعای بنده پذیرفته می شود و هدایت می یابد و خواسته‌اش اجرا می شود. چون ای بنده تو از الله سبحانه و تعالی آنچه را خواستی که الله تو را به آن امر کرد، با حمد و ذکر یاد او سبحانه و تعالی بر عبودیت و ربوبیت و اسما و صفات او سبحانه و تعالی. پس این آیات های مبارک یک وسیله است برای تو ای بنده بر مطلب رسیدن. اگر میخوای بر آن سه بخوای برسی، پس با این آیه های قرآنی با او برس، وسیله بکن با او برابر او سبحانه و تعالی، با این نام ها و صفات هایش، با عبودیتش. هنگامی که انسان با نام ها و صفات های او بر او وسیله کرد، البته که پذیرفته میشود و قبول میگردد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر تو ای بنده الله را عبادت نکردی یا که عبادت در غیر الله صرف کردی و کمک یاری را از غیر الله کردی، تو با مقصدها مطالب دنیاوی و اخروی خود نخواهی رسید. ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی تو امرهای او را اجرا میکنی و از نهیهای او خود را باز میداری. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سپس اهدینا الصراط المستقیم، پروردگار ما را برای راست هدایت نما. حاجت بنده به سوی هدایت، حاجت بنده همیشه به سوی هدایت، چون بنده بر این هدایت البته که نیاز دارد و بدون این هدایت شقی و بدبخت میگردد. امین است که ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدینا الصراط المستقیم. حاجت من و تو ای بنده به سوی نیازمندی تو به سوی او سبحانه و تعالی بزرگتر از حاجت نصر و رزق و هر چیز دیگری هم دیده. چون هنگامی که بنده هدایت یافت، اهدینا الصراط المستقیم، پروردگار ما رو برای راست هدایت نما، هنگامی که الله موفق گرداند بنده را برای مستقیم، انسان رو به هر چیزی که میخواد نائل میگرداند. راه مستقیم رو از او سبحانه و تعالی طلب نکردیم، از همه چیز محروم شدیم. و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی از پروردگار ترسید، الله برای او مخرج راه را میکشاید. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و رزق میدهد این بنده را از آن راهی که انسان در گمانش نیست. اهدینا الصراط المستقیم. پس ای بنده بر قدر ثابت بودن تو بر این دین، بر این راه مستقیم، بر قدر ثابت ماندن تو یا که ثابت ماندن قدم تو در این راه صراط مستقیم، این راه مستقیمی که
که الله سبحانه و تعالی برای بندگانش گذاشته است در این دنیا ثابت میموند قدمان تو بر آن صراطی که در روز قیامت گذاشتگی است. بار دیگر برادر و خواهران گرامی، بر قدر ثابت ماندن تو در این دنیا در این راه صراط مستقیم ثابت میموند قدمان تو در روز قیامت در آن راه صراط مستقیم، جسری که گذاشته می شود که در پایین آن جهنم قرار دارد. و بر قدر سیر نمودن تو بر این راه صراط مستقیم، راه راست در این دنیا، سیر تو در آن روز قیامت در آن بالای پل صراط قدمهایت مستحکم یا که ضعیف هر حالتی که باشد قرار میگیرد. همین است که بعضی از مردم در آن روز در پل صراط مثل برق میگذرند، مثل بعضی از مردم مثل یک پیل که چشم زدن میگذرد. حالتهای گوناگون. پس ای بنده تو حالت خود رو در این دنیا در کدام راه مستقیم، در چگونه راه مستقیم و قدم زده ایستاده‌ای، پس در آن روز حالت خود رو مشاهده کن. هل تجزون الا ما کنتم تعملون. آیا جزا داده میشوید مگر آن چیزی که خود شما ای بندگان در این دنیا انجام میدادید؟ دعا از برای الله سبحانه و تعالی، از او دعا و کمک یاری خواستن. هنگامی که دعا میکنی با حمد، با ثنا، با ذکر یاد او شروع نما. پس از او بخواه هر چی که میخواهی، چون این سوره از بزرگترین سوره های قرآن است و از بسیارترین سوره هایی که تلاوت میشود. پس مجموعی این آیات ها برای خیر و صلاح و نیکویی انسان در این دنیا و آخرت است. اینکه الله را عبادت نماییم آنگونه که شایسته و سزاوار عبادت هست با آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما بیان کرده است، و بر حذر نمودن از اهل بدعت و ضلالت که تمام بدعت و ضلالت، تمام گمراهی ها از پیروی هوا و هوس، از بی علمی و بیدانشی در شریعت است. غیر المغضوب علیهم، و از بر حذر بودن از عمل نکردن به علم و بر حذر بودن از عمل کردن بدون علم. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه گمراهان، چون عبادت رو با بدعت آمیخته کردن، با جهل نادانی آمیخته کردن، از خود عبادت تراشیدن و گمراه شدن و گمراه کردن. بارک الله فیکم. این از بیان تفسیر سوره فاتحه که گفتیم این سوره فاتحه قرآن نامیده شده است. نامهای زیادی هم دارد. فاتحه، القرآن، کتاب، سبع مثانی، قرآن العظیم. و الله این سوره رو دو قسم تقسیم کرد، نصفش از برای پروردگار، نصفش از برای بنده. این سوره شفا است، فاتحه الکتاب، چون سوره فاتحه بر این سوره شروع می شود، قرآن با این سوره شروع می شود، گشایش قرآن با این سوره است. صلات نامیده می شود چون رکن از رکنهای نماز است. دعا هست چون دعاهای عظیمی در اون قرار گرفته. حمد است، شفا است از برای بدن و قلب. در مکی نازل شده است. عدد آیاتش 7 است. و حکمت نازل شدن این سوره قرآنی، این سوره فاتحه، بیان تأسیس توحید است که با حمد الله شروع می شود که این توحید است. شروع شد با توحید، اثبات ربوبیت او سبحانه و تعالی و الوهیت او، و بیان تقریر شکر، الحمد، که حمد این در برگیرنده شکر رو در نظر دارد و شکر این اساس عبودیت است و شکر با قلب، زبان و جوارح است، و بیان اثبات رحمت الله و ملک او و فروتنی بندگان از برای او سبحانه و تعالی و کمک یاری از او سبحانه و تعالی و دعای هدایت برای کشایش راه خیر، طلب رزق و کمک یاری، استعانت کمک یاری از او و توکل بر او. و گفتیم که بسمله، بسم الله الرحمن الرحیم، این آیت از آیه‌های قرآنی است، آیت از این سوره فاتحه است. این قول جمهور علما است. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان الرحیم رو گفتیم که این دو نام از نامهای الله است. الرحمن از اسمهای خاص الله است، دلالت بر رحمت و واسع بودن او سبحانه و تعالی بر جمیع خلقش در این دنیا هست. اما الرحیم، رحمت او سبحانه و تعالی خاص گردانده شد برای مؤمنان در آخرت، در جنت، چون که الله فرمود و رحمتی واسعت کل شیء. رحمت الله همگان رو، همه چیز رو در این دنیا فرا گرفته است. الحمدلله رب العالمین، تمام حمد، تمام شکر از برای الله است، چون که او رب العالمین است، خالق و مالک آنهاست، تدبیر کننده تمام امور حیات بندگان است. الحمد این ثنا هست، ثنای زیبا که اختیاراً انسان این را با زبانش میگوید. الحمدلله، از برای الله این را قرار خاصی الله قرارش میده، این حمد را که در برگرده عبودیت الله سبحانه و تعالی، خاص او سبحانه و تعالی. قل هو الله احد، بگو الله احد یگانه است، رب العالمین است، رزاق است، معلم است، نعمت دهنده است. الله ربنا، الله پروردگار ماست، و رب آبائنا، و پروردگار پدران ماست. رب عالمیان است، تمام عالم،
عالم رو از برای آن عالم نامیدم که علم است، نشانه بزرگ و قدرت الله سبحانه و تعالی در آن است که از جانبی با این نعمت چشم و گوش، بینایی و شنوایی اینها که الله برای ما داد، این عالم هستی رو ببینیم، با این نعمت‌های بزرگ و پی ببریم و درک نماییم که خالقی هست که ما را آفریده است برای عبادت خود. و من خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس را به خاطر آن آفریدم تا من را عبادت نمایند. پس رحمان رحمت عام بر تمام مخلوقاتش و رحیم خاص برای مؤمنان. رحمت عام او برای کافران نمیرسد، برای مؤمنان نمیرسد، برای حیوانات، چرنده ها، درنده ها، هر چیز میرسد، اما رحمی او خاص برای مؤمنان در روز آخرت است. پس رحمت دنیوی، رحمت اخروی. مالک یوم الدین است، مالک این پادشاه، یوم الدین روز جزا، که هر بنده با هر اعمالی که در این دنیا انجام داده است در آن روز الله را ملاقات میکند. دیگر هیچ مالک، هیچ ملک ندارد، ملک تنها از آن او سبحانه و تعالی است. در آن روز مالک این متصرف حاکم مطلق است که این مالک ربوبیت او و خلق او و ایجاد و پیدایش مخلوقات در بر میگیرد. یوم الدین روز جزا، روز حساب. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، آن روز که هیچ نفس دیگر هیچ چیز را مالک شده نمیتواند، مالکش نیست. والامر یومئذ لله، والامر در آن از برای الله است. مالک یوم الدین، تا که بنده بداند که الله مالک روز جزاست، تنها برای او سبحانه و تعالی تمام عبادت قرار بدهد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را عبادت میکنیم و تنها از تو دعا و کمک یاری مدد میطلبیم. توحید خالص رو در بر میگیرد، این اصل دین است. این ایاک نعبد و ایاک نستعین اصل و از اساس و اصول های دین است. ایاک خاص از برای عبادت از برای او قرار بگیرد. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس را به خاطر آن آفریدم من را عبادت نمایند. نعبدو یعنی فروتنی و خضوع عبادت، انقیاد و فرمانبرداری و طاعت. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، الله را عبادت نما حتی اینکه یقین بر تو بیاید. ایاک نستعین، از تو طلب عون و کمک یاری مدد میطلبیم، از تو طلب توفیق میطلبیم. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، او پروردگار است که آرامش را در قلب مؤمنان فرود آورد. لیزدادوا ایمانا، تا که ایمانشان را بیافزاید. دلالت بر اهمیت ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم، راهنمایی کن بر این راه مستقیم، راهی که در آن هیچ شک و ریب و تردید نیست، هیچ کجی هم ندارد. اگر این راه صراط مستقیم یافتی میبینی که در آن هیچ کجی نیست. اگر نیافتی بدون که در هر گمراهی ها، در هر ضلالت ها، در هر شبهه ها، در هر چیز گرفتار میشی، میدونی از پی میبری که تو در راه راست نیستی و کجی های تو را از این راه راست باز داشته است. باید راه راست رو پیدا نمایی. اهمیت این دعا، فضل این دعا، اهدنا الصراط المستقیم، در مسند احمد روایت میشود که افضل دعا، افضل ترین دعا این اهدنا الصراط المستقیم است. اهدنا، راهنمایی کن ما را، راه راست برای ما بیان کن، راه صحیح را. صراط، طریق، راه واضح روشن مستقیم، یگام کجی ندارد، یگام انحرافی ندارد. از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که هو الاسلام، انمی صراط مستقیم این اسلام است. و قیل این قرآن است، و قیل این راه روش محمد صلی الله علیه و سلم است. یک جو اینا را جمع کنیم، قرآن و سنت با فهم سلف امت است. این صراط مستقیم. انسان نیاز دارد بر هدایت، بر دعای مستمر دائمی نیاز دارد. علم انسان بسندگی نمی کند، عمل انسان بسندگی نمی کند، بلکه با دعا انسان قوی می شود. صراط الذین انعمت علیهم، صراطی که بر آنها تو نعمت را ارزانی کرده ای، راهی که آنها آن راه را یافتند و بر آن موافق شدند، راهی که بر آنها نعمت فراوان شد، نه راهی که آنها سبب غضب الله گردیدند و گمراه شدند. اینجا سه قسمت را الله بیان می‌نماید. اولش الذین انعمت علیهم، آن کسانی که تو برای آنها نعمت ارزانی کردی، این مؤمنان هستند، پیامبران، صالحان، شهیدان، صدیقان. دوم غیر المغضوب علیهم، کسانی که بر آنها غضب کرده، این یهود است، ولا الضالین و نصارا است. چون اساس تمام انسان در همین سه چیز در بر میگیرد، یا که مؤمن هستند، یا که یهود هستند، کسانی که از یهود پیروی نمی‌کنند، همچنین یا که نصارا هستند، کسانی که از اونها پیروی نمی‌کنند. چون اینها گمراه ترین مردم هستند. یهود حق را فهمید، پیروی نکرد، نصارا بدون حق گمراه شد. الذین انعمت علیهم، آن کسانی که بر آنها نعمت دادی، اینا مؤمنان هدایت یافتگان هستند. و من یؤمن بالله یهدی قلبه، هر کس که به الله ایمان بیاورد الله قلبش را هدایت میکند. و مغضوب علیهم یهود است، و ولا الضالین این نصارا است.
پس علاقه این سوره قرآنی فاتحه الکتاب با قرآن گفتیم در برگیرنده توحید است، شامل آنچه که در قرآن است از نامه ها و صفات الله سبحانه و تعالی، در برگیرنده ربوبیت الله سبحانه و تعالی است، شامل آیات هایی است که از خلق و رزق و ملک صحبت میکند، شامل الوهیت الله است، در برگیرنده عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین، شامل کمک و استعانت است، در برگیرنده عبادت الله الوهیت الله توکل و شامل هدایت است، راهنمایی است. بارک الله فیکم. این است تفسیر سوره فاتحه. چون عظمت این سوره فاتحه را هنگامی که بنده درک می‌نماید، او را وادار می‌کند که این سوره فاتحه را صحیح و درست تلاوت نماید. این سوره فاتحه را. اولا بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ میگوییم، حمزه را ای اعوذ شروع نماییم، چون در اول سوره فاتحه علاقه ما استعاذه میکنیم. استعاذه اینه که خلاصه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم است. حمزه را ما باریک میکنیم، از حرفای حلقی است. میگوییم. بعضی از اون غوث میخونن را میگوین یا بعضی از اون میگوین. نه، بین حرف بین حرف اعو دوم حرف حلقی است، عین است که بعد حرف عین واو کشیده می شود. اعو گفته دو حرکت میکشیم، مد طبیعی میگوین، مقدار دو حرکت کشی میدیم، نه زیاد نه کم. اعوذ حرف ذل از حرفای زبانی هست، اعوذ گفته نوک زبان رو میداره میگذیم. اعوذ بالله حرف ب را کسره میکنیم و روشن شود. اعوذ بالله ح بالله ه کسره هست، این را حتما باید روشن کنیم. حرف ب کسره است روشن میکنیم و ه کسره است روشن میکنیم. بالله ب را با لفظ جلاله لام پیوست میکنیم، شدقتی. اعوذ بالله هی را روشن میکنیم، چون بعضی از مردم حرف ه را میخورن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من الشی لام که شمسی که است، حرف نون رو مینا نون فتح است، نون رو با شین پیوست میکنیم. من الشی حرف ی ساکن است. من الشیطان تا پورا دهان رو پورا کرده میخونیم، زبان رو در کمون میرسونیم. من الشیطان الرجیم را فتحه که است غوث خونده میشود. شیطان الرجیم حرف ی که در آخر قبل پیش از میم است میکشیم، مد عرض سکون میگن را 2 4 6 حرکت کشن جایز است. راجیم. سپس بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله با کسره هست، مرقق میگن باریک خونده میشود. بیس سین روشن کرده خونده میشود. بیس تبسم. بسمی میم کسره است و باریک است. بسمی الله. بسم الله در اینجا حرف لام در لفظ جلاله الله باریک کرده میشود. بسم الله گفته. در اصل کلمه الله غوث است، ولیکن هنگامی لام کسره شد باریک کرده میشود. بسم الله چون مقابلش کسره هست، میم. بسم الله گفته. الرحمن. بسم الله الرحمن. الله که ه کسره هست با حرف را در حرف را ادغام می شود. رای شمسی است، لام شمسی. بسم الله را غوث خونده می شود، را فتحه است. در هر موضع قرآن اگر را فتحه شد غوث خونده می شود. بسم الله میم الف مد طبیعی. رحمه میکشیم، حرف مد. رحمانی نون کسره است و رحیم همچنین ادغام می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. رحیم را هم مثل رای قبلیش مفخم غوث خونده می شود. باریک نمیکنیم اینا رو به هیچ وجه. بیشتر از مردم دو تا را باریک میخونن و حیایی که در اینجا از حرفای ه ها حرکت های ه. رحمانی. بسمی میم کسره است، میم رو روشن میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. رحیم بعد ح حلقی از بعد ح یا کسره هست. 2 4 6 حرکت میکشیم، مد عرض سکون میگوین رو. هنگام توقف کردن 2 4 6 حرکت میکشیم. سپس با آیت دوم خوب گوش بدهید. الحمد لله رب العالمین. برای آموزش به هیچ وقت اهمیت ندهید خوب زیبا تلاوت کردن رو، تنها احکام تجوید رو اهمیت بدهید. الحمد بعضی از مردم ال میگن، الحمد. نه، لام را قلقله نمیکنیم. الحمد الف را حمزه که حمزه وصل است فتحه دارد، به حرف لام که اظهار است، لام قمری است، پیوست میکنیم. الحم میم اظهار است، میم ساکنه شود اظهار میشود.
الحمدو، دو حرف دال دامه دارد و رو روشن میکنیم. الحمدو، الحمدو بعضی از مردم الحمدو میگن، حرف میم رو روشن نمیکنن. الحمدو، الحمدو لله، لام کسر است، لله شده دارد، لله میگیم. الحمدو لله، لله بعضی از مردم همین کسره که ه دارد این رو روشن نمیخونن، لله شود. الحمدو لله رب العالمین، رب رو غوص میخونیم، ربیل حرف ب رو به حرف لام پیوست میکنیم، ربیل لامی اظهار است، لام های قمری است. ربیل مدی تبید دو حرکت میکشیم، عالمین لام هم روشن میشود، عالمی می مکسر میکنیم، عالمین گفته. الف باریک است و نون در اینجا است. هنگامی که میستیم در نون، قبل نون که یا هست، یا سکینه است، مدی عرض تو میگه 2 4 6 حرکت کردن جایز است. الرحمنی، الرحمنی حمزه، حمزه وصل است، فتحه دارد، روشن میکنیم. الرحمن میگیم، الرحمن را غوص است. الرحمن میم رو 2 حرکت میکشیم. الرحمن الرحیم، نون رو لام شمسی که است ادغام میکنیم. الرحمن الرحیم گفته میخونیم، را غوص میکنیم. رحیم همچنین حرف کسره و حرف ی را میکشیم، میم ده ساکن میکنیم، میستیم. در آخر آیات اگر حرکت هم باشد باید هنگام ایستادی توقف کردی، این مد عرض سکون میشه یا و ساکن میشد اون حرکت. رحیمی است کو. پس مالک یوم الدین، مالکی، مالک میم غوص خونده نمیشد، میم باریک است. ما 2 حرکت میکشیم. مالکی یوم الدین، یوم میگویم چون واو مخرج واو چه است؟ لبها است. یوم لبها رو کمی جمع میکنیم. یوم الدین این واو از شکم نمیبرد، یوم الدین گفته میخونیم، یوم الدین. سپس ایاک نعبد، ایا حمزه قطع است، کسره است. ایاک یا شده دارد، بعدی حرف یا الف است که 2 حرکت کشیده می شود. ایاک کاف رو روشن میکنیم. ایاک نعبدو حرف دال ضمه هست، نه که یگان واو زیت نداره ما رو بکشیم، نمیکشیم. نعبدو توقف. ایاک نعبدو و ایاک نستعین، و ایا واو رو اضافه میکنیم. ایاک همچنین مثل ایاک بالا شده داره 2 حرکت میکشیم. و ایاک نستعین نون که ساکن میشود توقف میکنیم، یه را 2 4 6 حرکت میکشیم. سپس اهدینا الصراط المستقیم، حمزه وصل میگن، اهدینا کسره خونده میشود چون سوم حرف دال کسره است، حرف اول رو کسره میخونیم. اهدینا ه مخرجش از کجاست؟ از حلق است، حرف حلقی است. حمزه ه. اهدینا هوا قطعی میبرید، حواس قطعی. اهدینا الصراط، الف در اینجا است، الف باریک خونده میشود، غوص نه باریک خونده میشود. اهدینا الصراط لام شمسی است چون نون رو با حرف صاد پیوست میکنیم. اهدینا الصراط نمیکشیم. اهدینا الصراط صاد میقپیم، 2 حرکت حرف رو مد تمی میکشیم. صراط، اهدینا الصراط رو فتحه دارد، غوص خونده میشود. اهدینا الصراط تا از حرفای غوص است. اهدینا الصراط میشود. اهدینا الصراط المستقیم، صراط مو میم ضمه هست، مستقیم بعضی از مردم مستقیم میگن، نه مستقیم گفته میخونیم. صراط الذین انعمت علیهم، صراط الذین صاد حرفای غوص است، صراط الف هم را هم حرف غوص است، 2 حرکت تا هم حرف غوص است، همش حرف مفخم هستند. صراط الذین صراط الذین لام شمسی است، تا رو با حرف لام پیوست میکنیم. حرف ذل که نوک زبان قطع خونده میشه، حرف زبانی است، نوک زبان رو میگذیم. لذین گفته صراط الذین. سپس انعمت نون اظهار است، از اظهار حرفای اظهار حلقی است. در احکام نون ساکنه حرف اظهار است. گفتیم بعد نون ساکنه اگر یک از حرفای اظهار بیاد، عین حرف چی است؟ اظهار است. انعمت اخفاش نمیکنیم. علیهم میم هم اظهار میکنیم، اظهار شفوی است میم. انعمت علیهم ه حرف حلقی. علیهم غین حرف غوص است،
مفخم. غایریل را کسره هست. غایریل را باریک میکنیم. غایریل مغضوبی یا غایریل میگیم یا حرف باریک است. را هم حرف باریک است. غین حرف اولش حرف خاص است. غایریل حرف غین. مغضوبی غین حرف خاص است. حرف ضاد. مغضوبی نه مغضوبی حرف ضاد. مغضوبی حرف ضاد. حرف ضاد رو با دو حرکت میکشیم. مد طبیعی. مغضوبی علیهم میم اظهار میکنیم. اظهار شفوی است. علیهم لبها رو با هم دیگر میدوریم میقپیم. در آخر چیز ولد. ان همینجا مردم مشکل دارن در همین آخرش. ولد میکنیم. چه صدامتیه؟ حرف ضاد است. ولد میزنیم میدوریم. پس حرف ضاد رو 6 حرکت مد لازم میکشیم. 6 حرکت. ولد ضالین. حرف ضاد رو صفت به حرف لام پیوست میکنیم. شدت دارد. پس میکشیم چون مد عرض سکون میشود. 2 4 6 حرکت کشیدن جزئی است. ولد ضالین گفتم میخونیم. پس در اینجا حرف لام ولد لام شمسی است چون بعد حرف ضاد است و شدت دارد. حرف ضاد شدت دارد. الف لازمی است. 6 حرکت کشیده می شود. بعد الف لام کی است شدت دارد. باز 2 حرکت قبیده می شود. پس نون پیش از اون حرف یا هست و نون هنگام ایستادن مد عرض سکون می شود. 2 4 6 حرکت می کشیمش. این است اصل درست صحیح نمودن سوره فاتحه. این رو حتما باید شما باز تکرار به تکرار گوش بدهید و این رو صحیح نمایید چون لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب. نماز کسی صحیح و درست نمیگردد اگر سوره فاتحه را نخواند. سوره فاتحه این اساس است. باید خوانده شود. بدون سوره فاتحه نماز نیست. مگر کسی که صاحب عذر باشد، گنگ است یا که حالتهای دیگری هم داشته باشد. بارک الله فیکم. امیدوارم که مسئله برایتان بیان شده باشد و روشن شده باشد. اگر سوالی باشد مرحمت کنید.